دروغ به این بزرگی. اینقدر شیوا و زیبا صحبت میکنید که آدم دلش نمیخواد صحبت شما رو خواهش میکنم. جناب آقای تقی‌پور عزیز. جناب تقی‌پور عزیز، سوالی که من معمولا از دوستان دیگرم میپرسم، چرا کربلا، چرا امام حسین همیشه زنده است، همیشه تازه است، همیشه نوه؟ شما 40 رو ببینید، چطور این همه تازگی داره، این همه زیبایی داره، این همه معجزه داره در حقیقت؟ حالا من یه سوالی که برای خودم پیش اومده بود این بود که 15 میلیون آدم اگر یا 20 میلیون آدم 15 میلیون آدم اگر یا 20 میلیون آدم اگر بخوایم نونشون رو حساب بکنیم، یعنی روزی یه دونه نون بهشون بدیم، 20 میلیون نون، 20 میلیون نون میشه. چطور ممکن؟ مگه کربلا چند تا نون پایی داره؟ چطور 20 میلیون آدم 20 میلیون آدم اینا بیان پیاده برای زیارت حسین علیه السلام و مشکلی نداشته باشه؟ من پارسال هم امسال توفیق اینو داشتم که جزو پیاده ها باشم و هم سالهای قبل. به یکی از رفقا وقتی رسیدیم کربلا بهش نشون دادم، گفتم این نونوایی رو میبینی؟ نون کوت کرده، یه دونه مشتری نداره. مگه اینجا الان جای راه رفتن نداری شما؟ این مردم رشدشون نمیشه؟ چرا نون نمیخرن؟ از بس که مردم خانه هاشون رو باز کردن غذا میدن. این غذا رو به عشق کی میدن؟ عشق حسین میدن. اون خونه شو در اختیار این هیئت هایی که میان میذارن.